این برادر میگم که ما حضرت عمر از همه بیش دوست خطا کاراتون یک شب ابوبکر یک شب و یک روزش یک شب اون روز 24 ساعت ابوبکر از عمر و از خویشاوندان عمر بالا میست. ما باید در محبت باید مثل الله و مثل رسول الله صلی الله علیه و سلام دوست داریم و برابری پیغمبر باشد. پیغمبر چه خیلی دوست می‌داشت ما هم خیلی باید دوست داریم صلوات الله و سلام علیه. یک شبانه روز ابوبکر از تمام عمر عمر و از تمام عمر خویشاوندان عمر بهتر است به شهادت عمر رضی الله عنه. یک صحابه در زمان خلافت حضرت عمر در عراق رئیس شهر تعیین کرده بودن حضرت عمر. وقتی که خطبه جمعه میخوانده است به الله تعالی ثنا میگفت و پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات میگفت. بعد حضرت عمر دعا میکرد از خلیفه مسلمان های ابوبکر نام نمیگرفت است. من مثال لازم ما جمعه ها و خطبه های جمعه ما هم هست در بیان تیوی. ورد اللهم عن خلفائه الراشدین الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعتدون وبه كانوا يعملون يهتدون ابي بکر و عمر و عثمان و علی. 4 خلفای راشدین هر جمعه نامشون میگیریم. هر جمعه 4 خلفای راشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی و عن سایر اصحاب نبی که اجمعین. تمام صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم راضی باش. 4 نفر نامش میگیریم باقی موندهش جملتا دعا میکنیم هر جمعه. این امیر شهر به الله تعالی ثنا میگفت است و پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستند و حضرت عمر زنده خلیفه مسلمان و پادشاه مسلمان دعا میکرد. بعد یک آدم میخیزد و میگه که این انت من صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون تو نام ابوبکر نمیگیری؟ گفته جمعه میخیزد و پیش هم مانده در وقت جمعه گپ میزد است. بعد وقتی که 2-3 بار همین حادثه تکرار شد به حضرت عمر مکتوب کرد که یک آدم من اطاعت نمیکند در بین مردم من شرمنده میکند و حالا که من نماینده شما هستم امیرهای شهر نماینده سلطان است نماینده خلیفه مسلمان است. مکتوب میکنه به حضرت عمر فرمان میتیم به میلیسه ها که برداشته بیارتون و به پایتخت رفته. وقتی که به دفتری کاری حضرت عمر میبیارن که لا اهلا ولا سهلا یعنی خوش نآمدی. بعد آدم غضب میکند که در کدام حق تو من از شهرم به اینجا آوردی؟ یعنی از زندگی مانندی از زن و فرزندام دور کردی به مسافرت آوردی بود در گرد و اطرافم میلیسه ها من دستگیر کرده آورد به کدام حق؟ و حضرت عمر دنگی برای چی امیری من اطاعت نمیکنی؟ بعد گفتن که امیرت به ابوبکر دعا نمیکرد. پیغمبر میگفت توی میگفت تو ابوبکر چی نمیکرد نامش ذکر نمیکرد. به حضرت عمر گریه کرد. والله گفتم تو از امیری من دیده هدایت یافته تر بودی. من اون امیری که من انتخاب کردم از وای دیده تو بهتر بودی. قسم به نام الله یک شبانه روز ابوبکر از عمر و از آل عمر بهتر است. گفتم فهمیدید حضرت ابوبکر اگر در ترازو ماند تمام امت اسلام حضرت ابوبکر در یک ترازو ماند تمام امت اسلام عمرش هم هست در یک پهلوی ترازو ماند ابوبکر وزنین میبیان برادر. بنابراین بسیار آدمای من میدونم یکم فرزندشون عمر میماند دومش عثمان سومش علی ابوبکر نمیماند. شما قدر ابوبکر نمیدانید. من یک کتاب هست ابوبکر صدیق. در همین کتاب یه معلومات های هست که در دیگر کتابا نیست. بعد خلاصش همین خیلی که فضائل الصدیقی خصائص ابوبکر یک فضیلت های داشتن که خاص در ابوبکر بود در دیگرها نبود. یعنی ابوبکر یک کارایی کرده میتونست که دیگران نمیتونستن دیگران نداشتن. وقتی که حضرت عمر حرکت میکردن ابوبکر گذارن لیکن نمیتونستن. بعد یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم
صدقه و امر کردن. همه پول و مالاشو بیارد گفتن، صدقه جمع کردن. عمر بسیار میگفت که در همون حالت از همه در طول حیاتم بایترین حالتم بود، پول و مالم بسیار بود. گفتم که همین روز ابوبکر میگذرم مکه، همین روز ابوبکر میگذرم. تمام مال و ملکش حی کرده آمد، اسب و گاو و گوسفند و شتر و بز و بزغاله. و بعد پیامبر صلی الله علیه و آله بسیارش دیده تعجب کردن، گفتن که ای عمر، تو اینقدر مال زیاد آوردی، به اهل و عائلت هم یگان چی ترک کردی؟ بعد حضرت عمر گفتن که بله یا رسول، نصفش به اهل و عائله موندم، یعنی 50% دیگه با همینقدر مال و ملک دارم به اهل و عائله. بعد ابوبکر آمد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله مال و ملک ابوبکر دیدن، گفتن که ابوبکر به خانت هم یگان چی موندی؟ گفتن که ترکت الله و رسوله، به خانم الله و رسول پرتافته آمدم. 100% مالشون آوردیم، 50% نمیزلی اومد. بعد اونجا عمر گفتن که دیگه ابوبکر گذاشته نمیشد، خاطرام جمع کردم. فهمیدید برادر عزیز؟ ابوبکر عمر دوست دارید، لیکن از ابوبکر بالا ندانید. فهمیدید؟ برآمدن. البته دوست داشتن ابوبکر و عمر سنت است، اینا یکی از مسئله های عقیدوی هست. بعد دیدن است تمام صحابه ها، خاصتا ابوبکر و عمر، بسیار خطری عظیم داره. این دلالت به نفاق آدم میکنه. دوست داشتن انصار علامت ایمان است، بعد دیدن انصار علامت نفاق است. چی جای مهاجرین، چی جای ابوبکر و عمر، باید اینهای دوست داریم و قدری هر یک آدم به جای خودش مونیم. انزل الناس منازلهم، پیامبر صلی الله علیه و آله آدم‌های در جای خودش مونید. یعنی عمر از ابوبکر بالا ندانید یا علی ابوبکر و عمر بالا ندانید، همیشه در جای خودش مونید. ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم اجمعین.